سیسمونی میگیرن واسه بچهشون 30 میلیون تومن. وقت من تا 18 سالگی دنیا آمدم بیمارستان گرو بودم، از همونجا رفتم سربازی، پولو نمیداد. یه بار یادم ما تولد گرفته بودم برامون تو خونمون، ما 9 تا بچه بودیم. گفتم عرض کردم خدمتتون که تولد یکیمون بود، بابامون گفت تولد همتون فوت کنید. بعدن همه فوت کردیم چون دیکتاتوری بود، زمان پدر سالاری بود. بچه‌های امروزی قدر بدونن، ما بچگیمون در سومالی انگار بزرگ شدیم، در اتیوپی هیچ اوضاعی. جشن‌های عجیب غریبی امروزه برای بچه‌ها میگیرن، جشن خداحافظی با شیر مادر. همه فامیل میریزن، میرقصن، میخورن، ریخت و پاش. 50-60 میلیون هزینه. ما نهایت ساندویچ اولویه میدادیم، الانم میدم بعضی‌ها. جشن اولین پیپی بدون کمک پدر مادر. چه جشنای عجیب غریبی اومده.